درود بر شما همراهان گرامی، بسیار خوش آمدین به چنل یوتیوب من. قرار هست که در این چنل آموزش های رایتینگ رو با هم دیگه قدم به قدم و به زبان ساده پیش ببریم و من با یکی از معتبرترین منابع دنیا Writing for IELTS by Matt Clark قرار هست که شروع بکنم. بریم سراغ تاپیک اول. Increasing travel between countries enable people to learn different cultures or to increase tension between people from different countries. افزایش مسافرت ها بین کشورها قادر میکنه مردم رو که فرهنگ های مختلف رو یاد بگیرن، different cultures، فرهنگ های مختلف رو، یا اینکه increase tension، تنش رو افزایش میده بین مردم از کشورهای مختلف. Increase tension, making a situation more stressful or anxious. It refers to a rising level of conflict. The opposite of increasing tension would be easing tension. اگر یک موقعیتی رو ما استرسفول کنیم، مضطرب کنیم، پر از کانفلیکت و کشمکش کنیم، اون رو تنش میتونیم بنامیم. تنش، اگه بخوام بگم تنش ایجاد کردن، میتونم بگم generating tension. معادل generating tension میتونه creating unease or provoking worry or causing nervousness. خب بریم سراغ introduction. Globalization is a catch-all term that refers to any activity that involves more than one country. For example, travel from one country to another. جهانی سازی یک اصطلاح گسترده است که به هر فعالیتی که بیشتر از یک کشور رو شامل میکنه اطلاق میشه و پس اشاره داره به هر فعالیتی که بیشتر از یک کشور رو شامل میکنه. به عنوان مثال مسافرت از یک کشور به کشور دیگه. Globalization is a catch-all term. catch-all میتونیم بگیم all embracing. پس یک اصطلاح همه‌گیره، یک اصطلاح کلی هستش. در اینجا مت کلارک با یک جنرال استیتمنت رایتینگش رو شروع کرده توی قسمت introduction. جمله‌ای که بسته به پرپس و ساختار، بسته به هدف و ساختار introduction شما یک دید کلی داره نسبت به رایتینگ و یک جمله رو به صورت کلی‌تر، از یک قدم عقب‌تر و با کاتگوری کلی‌تری اون رو میاد و توی قالب یک جمله بیان میکنه. چون بحث در اینجا مسافرت از یک کشور به کشور دیگه بوده، international travel بوده، به این خاطر میتونسته که با یک تعریفی از گلوبالیزیشن بیاد اون رو به عنوان جنرال استیتمنت اینجاها بیانش کنه. The dramatic increase in transnational travel in recent years has sparked controversy. افزایش چشمگیر یا ناگهانی. The dramatic increase in transnational travel در مسافرت‌های بین المللی in recent years در سالهای اخیر has sparked controversy. جنجال‌هایی رو برانگیخته. خب ما تا اینجا یه تحلیلی داشته باشیم. increase اسم هستش. اسامی میتونن با صفت توصیف بشن. مثلا اینکه افزایش کم، زیاد، چشمگیر، قابل ملاحظه است، این رو ما میتونیم با صفت توصیفش کنیم. dramatic یعنی چشمگیر، یعنی قابل ملاحظه یا ناگهانی. خب من به جای dramatic increase میتونم بگم steep rise. البته این رو بدونید که سینونیم هایی که معنای دقیقی دارن خیلی کمیاب هستن و این سینونیم ها معنای نزدیکی رو میتونیم بگیم دارن و تو موقعیت های مختلف بسته به متن شما میتونه استفاده بشه. A sharp increase, rocket. من پس به جای increase میتونم grow, surge معادل هاش رو بگم که این لغات جذاب بسیار به درد رایتینگ تسک 1 شما میخوره، به خاطر اینکه اونجا یک سری ترند ها رو، صعودی و نزولی بودنشون رو باید توصیف کنین. باید یه سری لغات جذاب رو داشته باشین و بعد بدونین که چطور از اونها بتونین
استفاده بکنین. خب پس افزایش چشمگیر این international travel، transnational travel، multinational travel میبینیم که به بیانهای مختلفی بگیم مسافرت‌های بین المللی. In recent years has sparked controversy، در سالهای اخیر جرقه بحثی رو زده یا جنجالی رو ایجاد کرده. در اینجا گرامر حال کامل یا present perfect استفاده شده و فرمش به این صورت هست که have یا has به اضافه شکل سوم فعل یا همون past participle فعل رو ما میاریم که spark ایدی گرفته و به شکل سوم تبدیل شده. خب ما این گرامر رو میتونیم جای مختلفی استفاده کنیم. It has different uses in different condition. مثلا وقتی که شما یکی از کاربردهاش میتونه این باشه، اگه من بخوام به صورت خیلی خلاصه بگم، وقتی که شما یک خبر جدیدی رو برای اولین بار میخواین اعلام کنین. For example, I have gained admission to a state university. من پذیرش گرفتم از یه دانشگاه دولتی. پس اینجا شما دارین برای اولین بار این خبر رو مثلا به خانوادتون میگین. این یکی از کاربردهاشه که بیشتر به درد اخبار میخوره. گوینده ها زمانی که یک خبری رو اولین بار میگن میتونن از این گرامر استفاده کنن. کاربرد بعدیش این هستش که وقتی که شما repeatedly به صورت مکرر از گذشته تا الان یه کاری رو چند بار انجام دادین، مثلا یه فیلم رو چند بار دیدی، یه شهری رو چند بار رفتی. I have watched Interstellar 5 times. من 5 باری فیلم اینترستالر رو دیدم. اینجا میتونید استفاده کنیم. پس یه کاری که از گذشته تا الان چند بار تکرار شده. و یکی از کاربردهای دیگهش که در اینجا میبینیم این هستش که وقتی که شما از یک تایمی از گذشته تا الان یک کاری رو به صورت مداوم ادامه دار انجام دادین و دیوریشنش رو، بازش رو میتونین بگین. مثلا در اینجا گفته in recent years، در سالهای اخیر. پس به این خاطر میتونه از این گرامر استفاده کنه. یا اینکه مثلا میتونید به جای in recent years recently، اگر مقالاتی رو، آرتیکل های مختلف رو بخونیم میبینید که خیلی جا مثلا گفته recently studies have shown that، اخیراً مطالعات نشون داده. have shown این گرامر رو اومده استفاده کرده. has sparked controversy، یه بحثی رو ایجاد کرده. من میتونم بگم has caused controversy or has provoked controversy. پس میتونیم با معادل های دیگه این رو بیاریم. حرف اضافهش میتونه over باشه. over the potential impacts of this trend، بر سر اثرات احتمالی یا بالقوه این روند منظور همون روند افزایشی هست بر individual countries، کشورهای مختلف، یا میتونیم بگیم تک تک کشورها. especially those new member states of globalization، به ویژه کشورهای جدیدی که کشورهای عضو جدید جهانی سازی، همون گلوبالیزیشن، یعنی اونایی که تازه فعالیت‌های خارج از مرزشون رو شروع کردن. میدونین که گلوبالیزیشن هر فعالیتی فرهنگی، اقتصادی، بحث پاپولیشن و جمعیت باشه که بیشتر از یک کشور رو بخواد شامل کنه، میتونه توی این کاتگوری قرار بگیره. خب ادامه بدیم. Some people are concerned that the upsurge in new arrivals will prompt local hostility. یه سری از مردم نگران هستند. Some people are concerned. وقتی ایدی میگیره concern میتونه صفت باشه. I am concerned about با حرف اضافه های مختلف میاد. About for یا that بعدش یک clause. من نگران هستم. میخوام بگم من عمیقاً نگرانم. I am deeply concerned. من عمیقاً نگران هستم. I am deeply concerned that the upsurge. concern اگر بخواد به صورت فعل به کار بره، به این صورت معمولاً استفاده میشه. It concerns me. منو نگران میکنه. The recent rise in crime rates concerns me. افزایش اخیر در نرخ جرم و جنایت من رو نگران میکنه، که میتونه به این صورت هم تو اسپیکینگ خیلی جا شاید استفاده کرده باشین. As far as I'm concerned تا اونجایی که به من مربوطه. خب ادامه بدیم. That the upsurge
یعنی افزایش ناگهانی. میبینین افزایش، کاهش، اینا حرف اضافه شون اینه. مثلا میخوام بگم افزایش در استفاده از ماشین، the increase in car use. اینجا the upsurge in new arrivals، در گردشگرای جدید رو میگه. new arrivals به جاش میتونیم بگیم newcomers، کسایی که به تازگی وارد یک کشور شدن، حالا به عنوان توریست یا به عنوان گردشگر. will prompt local hostility، یعنی یک خصومتی رو ایجاد میکنه. hostility، خصومت. strong feelings of hatred, ill will or enmity. یک نمیدونم این رو احتمالاً شاید بهش توجه کرده باشین که بعد از وقتی که میخوام بگم حس نفرت میگم a feeling of hatred، یعنی بعد از feeling of ما میایم اسم استفاده میکنیم. مثلا میخوام بگم که حس خوشحالی میگم a feeling of happiness، نمیتونم بگم a feeling of happy، صفت استفاده نمی کنم. پس اون a strong dislike between two people means hostility when they express their dislike. اگر بخوام بگم خصومت آشکار میتونم بگم open hostility، خصومت بی‌پایه با اساس، baseless hostility، too much hostility، human hostility. پس hostility دشمنی یا خصومت میتونه معادلش enmity باشه or resentment. enmity یه مقدار فرمال تر هست نسبت به hostility. resentment یعنی دلخوری. پس prompt local hostility، اینجا prompt به معنای کاز هست، یعنی باعث خصومت محلی میشه بر علیه ویزیتورها، بر علیه اون نیوکامرز ها. اگه بخوام اسپیکینگ این رو بگم باید چطور بگم؟ make locals، to make locals against tourists، make somebody against somebody. و prompt رو اگه بخوایم یه تحلیلی داشته باشیم، prompt اگر صفت باشه به معنای immediate and quick معنی میده. prompt payment، پرداخت سریع. give me a prompt response، به من یک پاسخ سریع بده. و اگر در جایگاه فعل باشه push someone to do something، هول بدیم کسی رو که یه کاری رو انجام بده، یا معنی کاز هم میتونه بده، ایجاد شدن، موجب شدن. پس prompt local hostility رو میخوام بگم که فلانی یک خصومت آشکاری رو نشون میده نسبت به من. he shows open hostility towards me or to me. Instead of promoting their understanding، به جای تقویت کردن یا پروموت کردن درک اونها، promoting their understanding، encouraging their comprehension on mutual cultural background، نسبت به بک‌گراند فرهنگی mutual، هم معنای مشترک هست هم متقابلی که اینجا معنی متقابل میده. This notion should be rejected، این اندیشه باید رد بشه. collocationی که برای notion استفاده میشه reject هست، reject a notion، یا میتونم به عنوان صفت بگم rejected notion، یعنی اندیشه رد شده. ما we have different ways of saying no، راههای مختلفی داریم که نه بگیم. refuse، decline or reject، همونطور که اینجا میبینین. For example, my husband refuses me to do household chores، همسرم نه میگه یا اینکه مخالفت میکنه که در انجام دادن کارهای منزل. do household chores هم یک collocation هستش. ولی برای notion reject میاد، برای suggestion reject میاد، we reject that suggestion، اون پیشنهاد رو رد میکنیم. offer رو ما میتونیم با reject بگیم، میتونیم با decline بگیم. I declined a job offer، من یه job offer رو رد کردم، declined. پس به این نکته هم توجه داشته باشین. As one can see many facts in favor of this development between countries، از اونجایی که یه نفر میتونه حقایق زیادی رو مشاهده کنه، چرا نمیگم I، we؟ حواستون باشه که اگه بخوای بهتره که از you، we اینها استفاده نشه.
یک نفر میتونه حقایق زیادی رو ببینه in favor of this development between countries، به نفع این توسعه بین کشورها. در اینجا جایگاه خودش رو و نظر خودش رو رایتر اعلام کرده و میگه که این به نفع توسعه است، یعنی international travel، مسافرت های بین المللی. اشاره نکرده به این که نظرش این نیست که تنش ایجاد میکنه، نظرش این هست که خوب هست، باعث توسعه میشه. پس تا پایان رایتینگ باید این جایگاه و نظرش رو حفظ کنه و اون رو توی بادی ها اعمال کنه. بادی اول، the first reason why international travel، اولین دلیل این که چرا مسافرت های بین المللی. یه نکته ای که حواستون باید باشه اینه که اینجا why WH question ها رو به زیبایی میتونین توی متن رایتینگتون بیارین. اگه به درستی استفاده بشه باعث ارتقای نمره میشه. مثلا میتونین بگین، حالا یک مثالی که بزنم که what, how, why اینها رو بخواین استفاده کنین. cheerful individuals celebrate what others take for granted. جشن میگیرن چیزی که بقیه اون رو نادیده میگیرن. they take them lightly. پس اینجا از what اومدیم استفاده کردیم. یا the explanation of how، توضیح این که چطور. خب international travel would bring conflict همون در اگر توجه کرده باشین توی بحث introduction ما یک اصطلاحی رو داشتیم has sparked controversy دقیقاً میتونه معادل bring conflict باشه، یعنی یک کشمکشی رو ایجاد میکنه. bring conflict would never bring conflict. خب would never رو من یه صحبتی کنم. ببینید موقعیت هایی که معمولا اگر would رو توی یک جمله دیدین، یعنی اون موقعیت یا کندیشنال هست یا به صورت فرضیه یا خیالیه یا اینکه یک حالتی از ذهن و نظر نویسنده هستش، یعنی اون جمله ریل نیست. مثلا الان اینجاها اینترنشنال ترافل نیومدن واقعا مطالعه کنن و بررسی کنن و ببینن که آیا کانفلیکت میاره یا نمیاره، این نظر نویسنده هستش. پس اینجا would رو میتونست استفاده کنه. is rooted in the fact that ریشه داره در این حقیقت که is rooted ریشه داره is derived from یا based on، میتونیم اینها رو استفاده کنیم. the fact that چه تفاوتی بین would never و will never وجود داره. به عنوان مثال من میگم I will never eat fish، من هرگز ماهی نمیخورم. خب در اینجا این پیغام رو میرسونه که شرایط خوردن ماهی وجود داره، من میتونم ماهی تهیه کنم ولی دارم اعلام میکنم که من ماهی دوست ندارم. پس نمیتونم تو این موقعیت بگم I would never eat fish، چون fish ماهی تو منطقه یا تو شرایطش وجود داره. ولی اگه بخوام بگم که I would never buy a Lamborghini، من مثلا لامبورگینی رو انتخاب نمی کنم، در اینجا یعنی شرایطش هم وجود نداره، یعنی اگه پولم می داشتم انتخاب نمی کردم. پس ما would رو برای زمانی استفاده می کنیم که شرایطش وجود نداره و اون یک حالتی از ذهن ما هست، یک فرضی هست، یک تصوری هست که شما اگه پول می داشتی یه ماشین دیگر رو انتخاب می کردی. یا به این مثال توجه کنید I will never immigrate، من مهاجرت نخواهم کرد، مهاجرت هرگز نمی کنم. اینجا یعنی شما آیلتس تو داری، آرتیکلات رو داری یا به هر طریقی که بخوای مهاجرت کنی شرایطش رو داری. پس اگه شرایطش رو داشته باشی باید بگی I will never immigrate. اگه شرایطش رو نداشته باشی، مثلا نه از لحاظ تحصیلی نه از لحاظ مالی شرایطش رو نداشته باشی، اونجا باید بگی I would never immigrate. امیدوارم که منظورم رو واضح بتونم رسونده باشم. is rooted in the fact that both visitors and locals are economically motivated. هر دو انگیزه اقتصادی دارن. پس توی جمله اول بادی اول داره موضع خودش رو به این صورت بیان میکنه و میگه که هر دو از لحاظ اقتصادی انگیزه دارن، پس باید همین رو ساپورت کنه توی جملات بعدی.
International travel opens up opportunities for business development throughout the world. مسافرت‌های بین‌المللی فرصت‌هایی رو ایجاد کردن. خیلی کالوکیشن قشنگه. Opens up the possibility هم هست. For example, having a decent job opens up the possibility of earning lump sum income. داشتن یه شغل شایسته فرصت این رو ایجاد میکنه که یک درآمد خوبی داشته باشم. lump sum income هم یک کالوکیشن هست مربوط به بحث درآمد. پس اگر حالا انشاءالله این کتاب رو با هم ادامه بدیم متوجه میشین که این کتاب نه تنها به رایتینگ شما کمک میکنه، به تنوع لغاتتون، به خاطر ساختارهای ادوانسی که داره و به خاطر کالوکیشن های خیلی زیبایی که داره، بلکه حتی به اسپیکینگ شما، حتی به ریدینگ شما، درک مطلب شما رو هم میتونه بالا ببره. به من که خیلی کمک کرده. به جای opens up opportunities میتونم بگم create opportunities or provide opportunities. Something provides opportunities for me. حالا اینجاها فرصتی رو ایجاد میکنه این international travel for business development throughout the world، برای توسعه کسب و کار در سراسر دنیا. business development، urban development در سراسر دنیا هم میتونه یک کالوکیشن باشه. throughout the world. Entrepreneurs are interested not only in the domestic market but also in the overseas market. کارآفرین ها که در اینجا معادل هایی که گذاشته تایکون، موگل، اینداستریالیست. تایکون، شاید این کالوکیشن میدیا تایکون رو شنیده باشین، یعنی غول رسانه. موگل، فرد با نفوذ رو و مهم رو میتونیم بگیم موگل. یا اینداستریالیست یعنی کارخونه دار یا فرد سرمایه دار. are interested not only، علاقه‌مند هست نه تنها، not only but also. یک گرامر پیشرفته است ولی خیلی استفاده ازش راحت هست. به این مثال من توجه کنید. برای emphasize و تأکید میاد. مثلا میخوام بگم که you are intelligent and handsome. تو باهوش و خوش‌تیپ هستی. حالا میخوام تأکید کنم، میگم تو نه تنها باهوشی بلکه خوش‌تیپ هستی. بعد فعل تو میتونم بیارمش. You are not only intelligent but also handsome. فقط یه نکته دیگه، 2-3 تا نکته داره که باید توجه کنید. اگر اون صفت شما یا فعل شما حرف اضافه داشت، باید حرف اضافه رو هم برای not only هم برای but also اعمالش بکنید. مثل اینجا interested، حرف اضافهش اینه I am interested in something. I'm interested in science and mathematics. I am interested not only in but also in. پس این رو برای هر دو استفاده میکنم. حالا میگه که نه تنها کارآفرین ها به بازار داخلی علاقه‌مند هستند بلکه به overseas market هم، بازارهای خارجی هم علاقه‌مند هستند. خب ادامه بدیم. Foreigners should learn the local of a country before winning over the local people. خارجی ها باید یاد بگیرن فرهنگ یک کشور رو قبل از اینکه جلب نظر کنن، نظر افراد محلی رو بخوان جلبش کنن. win over، به زیبایی میتونین ازش استفاده کنین. win over. persuading someone to accept you and your idea, to agree with you, to be on your side. And sometimes changing their mind. For example, I win my principal over with right discussion. من نظر مدیرم رو جلب میکنم با یک بحث مناسب. پس win over رو میتونیم استفاده کنیم، یعنی حمایت کسی رو جلب کردن. پس اینجا داره اشاره میکنه که خارجی ها میتونن، ببینین یه جا میگه visitors, foreigners
میتونه بگه holiday makers. ببینین کالوکیشن ها رو باید، معادل ها رو باید یاد بگیرین، چون توی رایتینگ جای این که شما یک کلمه رو چند بار تکرار کنین نیست و باید معادل هاش رو یاد بگیرین. In turn، متعاقباً یا به نوبه خود، locals should show their hospitality to visitors in exchange for their trust. محلی ها باید نشون بدن مهمان نوازی خودشون رو به ویزیتورها در عوض in exchange for. اینو یادداشت کنین حتما که انشاءالله توی رایتینگ هاتون تمرینش کنین. در عوض in exchange for their trust، در عوض اعتماد اونها. show hospitality or میتونین از express their hospitality هم استفاده بکنین. They share a view that acceptance of each other's cultural background is a necessary condition for cooperation. اونها این ویو رو، این دیدگاه رو شیر میکنن که پذیرش بک‌گراند فرهنگی همدیگه یک شرایط ضروری هست برای همکاری.